چرا منیژه دولت و ترک صحنه کرد؟ بعضی ها بر آن نظرند که به او کدام منصبدار بالایی فشار آورده است. دیگری میگوید که شبنم ثریا به او دشمنی دارد. سیومی میگوید که خود او این تصمیم را گرفته است که دیگر روی صحنه هنر سرودخوانی نمی کند. آوازه ها اطراف آن که گویا به او پریار شده و او را سرودخوانی و به صحنه برآمدن نمی گذارد و خود منیژه بارها خود را دعا خوانده است زیاد بودند. منیژه دولت و بانوی سراپا هنر و زیبایی و مهارت و استعداد خداداد است. منیژه با سبک به خود خاص، سیمای زیبای تاجیکانه، ترانه‌های عاشقانه مضموناً بلند توانسته که در طول زیاده از 12 سال در روی صحنه هنر بودنش موقع خود را از دست ندهد. امروز ترانه‌های سالهای پیشین سروده او را مردم با ذوق بلند میشنوند و احسن به هنر و استعدادش میگویند. مخلصان او نه تنها در تاجیکستان، حتی در افغانستان، ازبکستان، ایران، روسیه و امریکا و کانادا بیشمارند. شریک برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید، پس به شرکت صاف سودا مراجعت کنید. داروی از صحنه هنر مخلصانش را از او جدا کردن نتوانست. برعکس صف مخلصان او روز از روز می افزایند و کم نمی شوند. گرچند که امروز در صحنه تاجیک مشهورترین هنرمندان مثل شبنم ثریا و نگینه امانقلوه باشند، ولی تا حال آنها نتوانستند به مثل منیژه دولت و عزیز و محبوب خلق گردند. کی و چی سبب شده که منیژه ترک صحنه نموده است؟ این سوال است که تا حال پاسخ خیش را نیافته است. هنگام صحبت ها اطراف این موضوع منیژه سببش را نمیگوید. گره این اسرار را کسی تا حال نکشاده است. مردم باشند سبب آن را گوناگون میفهمند و درک میکنند، اما خود منیژه باشد میگوید سببش را بجز او و خدا دیگر کسی نمیداند. من باشم کوشش نمودم که مصاحبه هایی که هنگام فعالیت کردنم در هفته‌نامه محبت با خود منیژه بانو طریق تلفن داشتم، اینجا پیشکش شما بینندگان عزیز گردانم. اینک مصاحبه تلفنی من با منیژه دولت‌وا. سلام اپای منیژه، ما پیوسته در هفته‌نامه خود موافق درخواست سرشمار مخلصانتان درباره شما می نویسیم. شما نسبت این مسئله چه نظر دارید؟ سلام برادر عزیز، من از شما سپاسگزارم برای قلم زیبا و صمیمیتتان. صاحب مخلص بودن این پیش از همه مسئولیت بزرگ را طلب می کند. باید به سوالهای آنها پاسخ گردانی، با آنها تماس گرفته صحبت نمایی و به توی خرسندی آنها شریک باشی. در مدت کوتاهی که من روی صحنه هنر بودم، مخلصان زیاد و خیلی صادق و مهربان پیدا نمودم. باوریم نبود که مردم از هنر من اینقدر خوب پذیرایی میکنند. من نیز از دستگیری و مهر و محبت مردم نسبتم الهام گرفته برایشان بهترین آهنگ و ترانه ها آماده و پیشکش میکردم. همه مخلصان خود را در هر کجایی که نباشند دوست می‌دارم و خواهان خوشبختیشان هستم. با یک قسمت ترانه‌های ایجاد نموده شما آشنایم. ترانه‌ها را از روزگار خود قصه می‌کنید، زیرا خیلی پردرد نوشته شده است. بله، گاهی از تنهایی ترانه نیز می‌نویسم. آنچه که در دل دارم آن را در ترانه‌ام افشا می‌سازم. ترانه آسمان بارانی است از جمله آنهاست که بعداً برادرم شاعر هارون راون آن را در شکل شعر نوشت و آن را آهنگ بسته سرودم. تا امروز از همه ترانه قیمت و به دلم نزدیک
این ترانه به حساب می رود. هرچند ثبت این ترانه خام و بی‌روزگی من پیشکش مخلصان گردانیده شد. شما را به تویی‌ها بسیار دعوت می کنند، چرا نمی روید؟ بله، مخلصان تقاضای آن را می کنند که معرکه هایشان را آباد نمایم، اما من رد می سازم. ولی در توی بعضی از دوستان و مخلصان به حیث مهمان دعوت می شوم و اشتراک می کنم، ولی همچون سراینده در توی‌ها اشتراک نمی کنم و سرودخوانی نمی کنم. پس شغل امروزه شما چیست؟ امروز شغل دائمی ندارم، مثل انسان‌های مقرری زندگی می کنم، یعنی خانه‌نشینم، ولی کم کم آهنگ‌ها نیز می آفرم برای هنرمندان. بعضی ها گمان دارند که شما عین زمان در خارج زندگی می کنید. نه، این آوازه ها بی اساسند. من تا حال در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه زندگی و فعالیت دارم. به جای کوچ بستنی هم نیستم. راستی به خارجه به خاطر استراحت و سیاحت رفته بودم، ولی این معنای آن را نداشت که دیگر به وطن بر نگردم. من اینجا زاده شدم و هر ذره خاکش برایم عزیز است. پس چرا خیلی کم نمای شما را در یک سال قریب 1 یا 2 مرتبه می بینند و بس؟ من هم مثل دیگران زندگی دارم و میان مردم می گردم. من که خود کم به تماشای شهر می برایم، شاید از همین سبب باشد بیشتر وقت خود را با کار و بار خانه و ایجاد می گذرانم. در فیته که چند سرود در توی سروده، چند سخن آیدی کسب خوب نبودن صنعتکاری گفته اید. این چی معنا دارد؟ این سبک چند سال قبل بود. راستی باوری نداشتم که آن را در چنین شکل پس صفت به فروش میبرند. اصلا آن را غیر قانونی به فروش گذاشتند. من در آن بعضم قریب 1 ساعت سرودخوانی کرده بودم، ولی همگی 2 سرود را با صفت خیلی پست به اجازت من به فروش برآوردند. سرود با نام غم دارد دلم غم را گویا از حیات خود قصه کرده اید. هر آنچه که می سرایم درد خود، مخلصان و گریه های ناگشاده زندگی می باشند. از بعض دوستان و نزدیکان آزرده خاطرم. به محیطی که مرا احاطه کرده است باوریم کمی اندر کم مانده است، ولی باز دوستان صادق و باوفای دارم که همیشه در شیب و فرازهای زندگی دستگیر و همدرد و همپهلویم هستند. نمی شود که یک باره در کاخ باربد کنسرت خود را مثل سال 2002 برگزار نمایید. باوری دارم که از همه چیپته قیمت اختیاری را در تاریخ استراد تاجیک مخلصان در کنسرت نو شما خریداری نمایند. سخن سر مبلغ نمی رود. من باوری دارم که مخلصان در همه وضعیت مرا جانبداری می کنند. از صحنه دور شدن من مخلصان هنرم را خیلی غمگین نمود، ولی مرا درست فهمند. همه آنها را دوست می دارم و گفتنیم که ناامید نشوند. می رسد روزی که ما باز با مخلصان در برنامه های کنسرتی شاید وا می خوریم. می گویند که مهر نگار را به شاگردی قبول نموده اید. آیا این راست است؟ نه، من خود حالا شاگردم و حق و حقوق استادی به نفری ندارم. برای استاد شدن سالهای زیاد در صنعت کار کردن لازم. من نه آنقدر مدتی دراز روی صحنه بودم که دانش اندوخته خود را به دیگران آموزم. گمانم از بحر صنعت 1 ذره را از خود نمودم و بس. مهرنگار آوازخوان است که هنر و استعداد خداداد دارد. این به او از بابایش میراث مانده است. دوتار نوازی خوب است. من از او 1-2 درس دوتار نیز آموختم. باوری دارم که هنرمندی خوب و مشهور می گردد. الکی امروزها مخلصان زیاد دارد. چی شما را بیشتر خسته و دل آزرده می سازد؟ خیانت دوست یا دوگانه‌ای که برایم عزیز است، آوازه های بی اساس بعضی مردم و روزنامه نگارانی که درباره‌ام چیزی نمی دانند. محیطی که مرا احاطه نموده است در اول خیلی زیباست، اما بعض وقتا تغییر می کند. از دوست خیانت دیدن مثل که کسی به خنجر قلبت را شکافت دردناک است. باوریم به بعضی نزدیکان
کمی اندر کم مانده‌اند. من برای نزدیکانم هم پدرم، هم مادرم، هم اپا و هم خواهر. در عائله بی‌مردانه زندگی کردن برایم خیلی دشوار است. از تنهایی خسته نمی شوید؟ تنهایی خود مثل زندان است. گاهی اندیشه می کنم که نخود من تا این دم تنها باشم و عزیز قلب خیش را تا امروز در بر نبینم، هم قسمت و هم بالین نداشته باشم. آخر من نیز زن هستم و دل دارم. چی شما را از حسرت تنهایی و غم رها کرده می تواند؟ صحبت با نفر نزدیکی که درکم می کند. موسیقی و یا ترانه‌ای که قلبم را تسکین بخشیده مرا آرام می کند. گاهی خود به خود می سرایم و گاهی می گریم. بیشتر ترانه های خانم گوگوش و لیلا را می شنوم. چرا محبت کسی را قبول نمی کنید؟ تا حال مردی که مردی حقیقی است، مردی که خصلت و رفتارش به من نزدیک است، در مرا نکفته است. چندین پیشنهادها بودند اما آنها را قبول کرده نتوانستم. میدانم که در سن و سال من تنها زیستن آنقدر خوبی ندارد و حتی تشویش آور هم است. اما خدا نخواهد و بخت برایم نخندد، از دست من کار نمی آید. امروزها اکثر مردان عاشق شما هستند و بسیاری ها می خواهند که به شما عائله برپا سازند. رفت و نفر با نیت عائله دار شوی در شما را کوبد، با او عائله دار می شوید. اگر مردی صاحب معلومات زندگی را می فهمیدگی باشد چرا نه؟ من نیز می خواهم عائله خوشبخت خود را داشته باشم. دوست خوب شوهر خوب شدن می تواند، اما شوهر دوست خوب شدنش خیلی دشوار است. کدام زن خوشبخت بودن را نمی خواهد؟ هر یک زن در آرزوی خوشبختی است. می دانم که هیچ کس تنها نمی ماند، خواستگار و همسفر حیات خود را می یابد. اما مردی را که تو را می فهمد و به تو اعتماد و باوری دارد امروز کم است یافتن. خیلی دشوار است. انسان خوب هر کجا باشد عزت و احترام می بیند و عزیز مردم می گردد. چرا منیژه شب زنده دار است؟ تلفن شما اکثر وقتها شبانه فعال است و خلاص. شما این را از کجا می دانید؟ شب زنده داری من سبب خود را دارد. اصلا در دل شب نخفتن را دوست می دارم. چرا ترک صحنه نمودید؟ نمی شود دوباره برگردید. هر یک کار برار و نابراری و آغاز و انجام خود را دارد. در روی صحنه بودنم شاید یک مدت بود، ولی من خود در تلاشم و آرزوی دوباره هنرم را پیشکش مردم تاجیک کردنی هستم. با امید آنه که دوباره روی صحنه هنر می برایم زندگی را دوست داشته ادامه داده ایستادم. اما امروزها با چندین هنرمندان خوب از جمله زلیخا محمدشاه و رحمیه ایوبی، زینوره پولادو و جانی بیگ مرادوف و دیگران آهنگ ها و ترانه های ایجاد کردم را پیشکش می کنم که خیلی خوب می سرایند. پس چرا خود شما امروز سرود نمی سرایید؟ آخر می دانید که مخلصانتان خیلی زیادند. درست، اما هر یک کار مشکلی، موفقیت، برار و نابراری و آغاز و انجام دارد. ولی من صنعت را پورا ترک نکردم و شاید روزی به صحنه دوباره برایم. این پیش از همه از خدا و گردش زمان وابستگی دارد. یعنی گفتنیت که نیت برگشتن دارید. راستی می شوند حالت هایی که تصمیم دوباره برآمدن را می گیرم، اما باز چی را در نظر دارید؟ گفتنیم که باز نمی توانم. این را بجز من و خداوند دیگر کسی نمی داند. نمی خواهم این سیر را آشکار سازم. آوازه هایی که شبنم سریا گویا رقیب شماست و محض او سبب ترک کردن صحنه هنر شما شده است. آیا این حقیقت دارد؟ نه، اصلا من گمان نمی کنم که رقیب داشته باشم. شبنم به من هیچ دخالتی ندارد. شما
با یکدیگر دوستید. ما یک جا تحصیل نموده ایم، شناس و دوگانه دیرینه ایم، حالا نه آنقدر رابطه نزدیک داریم، زیرا من روی صحنه هنر نیستم. شما که حاجی بیبی نیستید، پس چی شما را وادار نمود که ترک صحنه هنر نمایید؟ میدانم و من بارها طریق نشریه ها اوید خوب نبودن وضع سلامتی هم گفته بودم، اما کسی توجه ظاهر نکرد. بگذار روزنامه نگاران خود سببش را یافته نویسند. این وظیفه آنهاست. تابکه آوازه های بی اساس را نشر میکنند. سببش را بجز خودم و خدا کسی نمیداند. این را من به یک چند جمله طریق تلفن به شما گفته نمیتوانم. با شما ساعتها از نزدیک صحبت کنم، بعداً شاید که مرا درک کنید. تشکر زیاد برای یک صحبت صمیمانه، گرچند که شما سبب اصلی ترک کردن صحنه هنر رو اینجا به ما افشا نکردید. به هر حال برای یک صحبت جالب و صمیمانه از شما تشکر میکنیم، با امید آنه که شما دوباره روی صحنه هنر بیایید. تمنیات شما به مخلصان و بینندگان. نوابسته از آنه که امروزها روی صحنه هنر نیستم، مخلصان مرا دوست داشته پیوسته خبر نوی را از من شنیدن میخواهند. با امید دیدار به همه مخلصانم سلامتی، سربلندی، خوشبختی و سعادت روزگار را خواهانم. همه شما را دوست می‌دارم. خدا حافظ.